کلاست به من 9 میدی چرا؟ میان پیشت میگی وقت ندارم، بعد با دختر کلاس 10 ساعت راجع به سولاخ این چی سولاخ اسمش لاه قزم صحبت میکنه. منم خیلی اطلاعات زیادی دارم راجع به این سولاخ اوزون، سولاخ اوزون قزی. 9 میدی؟ خدا به بابات 9 بده. من اعتراض میزنم 9 به من 9 من میکنی 9.75 بعد دختر 5 میگیری بهش میدی 15. من اگه دختر میشدم راضی بودی؟ با سیبیر من مشکل نداشتی یا بازم جواب نمیداده؟ بیا بیرون دیگه با تو صحبت کنم من. چرا فقط اون دختر پلنگر رو دوست داری؟ با بقیه حیوانات جنگل چرا مشکل داری؟ چرا امتحانات تموم میشید هیچ جا نمیشه پیدا کرد؟ زنگ میزنیم ریجکت میکنه